سلام، خوش اومدی به دیلی لینگو. اگه تو هم مثل خیلی ها چند بار تصمیم گرفتی انگلیسی رو شروع کنی ولی بعد از چند هفته ولش کردی، بدون که تقصیر تو نیست. بیشتر ما روش درست تمرین رو یاد نگرفتیم. توی این ویدیو بهت نشون میدم چطور فقط با 20 دقیقه در روز با روشی ساده و علمی انگلیسی رو به بخشی از زندگی تبدیل کنی. بدون کلاس، بدون حفظ کردن، بدون خستگی. فقط تمرین درست. اولین قدم گوش دادنه، ولی نه هر گوش دادنی. گوش دادن فعال یعنی با تمرکز گوش بدی، نه فقط در پس زمینه. هر روز 5 دقیقه وقت بذار و به یک مکالمه واقعی گوش بده. پادکست، سریال یا حتی گفتگویی که همین الان قراره با هم تمرین کنیم. هدف در این مرحله فهمیدن همه چیز نیست، بلکه آشنا شدن با ریتم و موسیقی زبانه. مغزت با تکرار خودش الگوها رو یاد میگیره، حتی بدون ترجمه. اگه وسط گوش دادن احساس کردی چیزی رو متوجه نمیشی، ادامه بده. همون لحظه است که مغزت در حال رشد زبانیه. مرحله دوم تقلیده. یعنی مثل بازیگری که نقش یاد میگیره، باید با صدا و لحن جملات رو تکرار کنی. این تمرین بهش میگن شادوینگ. یعنی صدا رو پخش میکنی، بعد از چند ثانیه باهاش همزمان تکرار میکنی. لهجت، تلفظت، حتی اعتماد به نفست با همین تمرین ساخته میشه. صدای خودت رو ضبط کن و گوش بده. اگه فرقش با صدای اصلی زیاده، نترس. هر بار یه قدم نزدیکتر میشی. سومین قدم نوشتنه. بنویس چی شنیدی، حتی اگه کلمه به کلمه بلد نیستی. مثلا بنویس They're talking about meeting up یا The guy invites his friend for a walk. وقتی می‌نویسی ذهنت از حالت شنونده خارج میشه و شروع میکنه به فکر کردن به زبان انگلیسی. این بخش باعث میشه چیزهایی که شنیدی در حافظت بمونه. آخرین مرحله بازگویی آزاده. یعنی بدون نگاه به متن یا یادداشت‌هات، با زبان خودت اون مکالمه رو تعریف کن. اشتباه کردی؟ عالیه. اشتباه یعنی داری فکر میکنی و تلاش میکنی جمله بسازی. با تکرار ذهنت خودش اشتباه‌ها رو اصلاح میکنه. یادگیری زبان مسابقه نیست، یه مسیر بلند مدته. خب، حالا همه چیز رو گفتیم. وقتش تمرین کنیم. اول گوش بده، بعد تکرار کن، بعد بنویس و در آخر بازگو کن. فقط گوش بده. روی آهنگ زبان تمرکز کن. سعی نکن ترجمه کنی. فقط حسش کن. Hey, what are you up to? Just chillin'. What about you? Thinking about going for a walk? Want to join? Sure, why not? حالا یه بار دیگه با زیرنویس ببین چقدر کلمه ها آشنا شدن. مغزت داره ارتباط میسازه. Hey, what are you up to? Just chillin'. What about you? Thinking about going for a walk? Want to join? Sure, why not? حالا تکرار کن. بعد از هر جمله چند ثانیه مکس بده برای تکرار. صدای خودت رو ضبط کن تا تفاوت رو حس کنی. Hey, what are you up to? Hey, what are you up to? Just chillin'. What about you? Just chillin'. What about you? Thinking about going for a walk? Want to join? Thinking about going for a walk. Want to join? Sure, why not? Sure, why not? الان 3 جمله ازش بنویس. بعد یکی از فعل‌ها یا فاعل‌ها رو عوض کن تا جمله سازی تمرین بشه. مثلا I'm thinking about going for a walk. She is thinking about going for a walk. حالا بدون نگاه به متن با زبان خودت این گفتگو رو بازگو کن. نیازی نیست دقیق باشه. فقط بگو، روون و طبیعی. حالا تو اولین تمرین واقعی روزانت رو انجام دادی. اگه هر روز فقط 20 دقیقه به همین شکل تمرین کنی، بعد از چند هفته تغییر رو توی ذهنت و زبانت حس می‌کنی. یادت نره، زبان با استمرار یاد گرفته میشه، نه با فشار. مغز عاشق تکرارهای کوتاه و روزانه است. پس این ویدیو را چند بار دیگه هم تماشا کن
و فردا دوباره از یه گفتگوی جدید استفاده کن.